سلام با همه. میخوایم یک کمی معلومات در مورد مسئولیت پذیری یا ریسپانسیبلیتی کمی معلومات بدم. به خاطر که این یکی از خصوصیات انسانی است، خصوصیت فردی انسان هاست و بسیار مهم است و تاثیر بسیار مهم در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی هم انسان ها داره. و مسئولیت پذیری عبارت از قبول کردن یک کار، انجام از او کار به بهترین حد توانایی و همچنان توانایی انجام کار به طور مستقلانه و تصمیم گیری در او کار است. یعنی وقتی که ما یک کار مسئولیت یک کار به گردن میگیریم، به این معنی است که ما میخوایم کار انجام بدیم و تصمیم میگیریم و تا آخر میخوایم او مسئولیت پذیر باشیم در انجام امو کار. چرا مسئولیت پذیری مهم است؟ به خاطر که مسئولیت پذیری هدف تعیین میکنه. وقتی که ما یک کار به عهده گرفتیم، ما باید هدف تعیین کنیم. هدف تعیین میکنه و هدف مهمترین چیز در موفقیت و پیروزی انسان هاست. و چرا هدف انگیزه میشه و انگیزه یا موتیویشن انسان وادار میکنه که تمام موانع را برطرف کنه تا به هدف برسه. یعنی اول تعیین هدف است، دوم قوه تصمیم گیری را تقویت میکنه، یعنی ما میآموزیم چطور زود تصمیم بگیریم و اقدام به کار کنیم، و سوم قوه مقاومت بلند میبره یا ریزیلنسی. وقتی که قوه مقاومت ما را چه از نگاه روحی و از نگاه بدنی بلند میبره. یعنی به این معنی که وقتی که ما قوه مقاومت ما بلند رفت، ما میتونیم تا بالای مشکلات خود فائق بیاییم و تا مشکلات حل کنیم و خود از استرس اضطراب دور نگاه کنیم. و چطور ما میتونیم که در زندگی مسئولیت پذیر شویم؟ چرا بسیار مهم است. و اول باید که هدف تعیین کنیم. وقتی که پلان بسازیم، یعنی وقتی که من این کار میگیرم، هدف من از انجام از این کار چی است؟ آیا این ضرورت دارم که این کار انجام بدم؟ اینه باید که ما در نظر بگیریم. دوم، تمرینات کنیم که تمرینات انجام بدیم، چی تمرینات بدنی و چی بعض تمرینات دیگه از نگاه روانشناسی، مثلا تمرینات تنفسی، یوگا، مدیتیشن و پیاده‌گردی و این کارا رو کنیم تا ما خود روح قوی بسازیم که ما بتونیم کنترل افکار و احساسات خود به دست بگیریم. و سوم، باید بسیار مقاوم باشیم. وقتی که یک کار ما اقدام میکنیم، باید ما تصمیم بگیریم و باید در تصمیم خود باید مقاوم باشیم، پایدار باشیم. چهارم، باید نظریات دیگران احترام بذاریم، از اشخاص مثبت‌گرا و فهمیده و آگاه مشوره بگیریم و اون نظریات قبول کنیم. پنجم، اعتماد به نفس خود بلند ببریم. چرا وقتی که من میتونم بگیم من موفق میشم با گفتن این کلمات، و چرا کلمه که ما میگیم مغز قبول میکنه و اونمو را پس دوباره به ذهن ما دوباره مثل ریمایندر واره ما را آگاهی میده که تو موفق میشی، تو میتونی. یعنی سطح اعتماد به نفس بلند ببریم. دیگه باید که زیادتر بشنویم. وقتی که ما نظر میکنیم، از دیگران بشنویم. از منفی بافی دوری کنیم. چرا منفی بافی و غیبت و بدگویی چیزا انسان استرس میده. و همیشه و دیگه ای که اگر اشتباه میکنیم، باید از اشتباه خود زیاد معذرت خواهی و چیزا نکنیم. یک دفعه که معذرت میخوایم، باید از دیگران رو مقصر ندانیم و از اشتباه خود بیاموزیم، با تکرار نکنیم. اگر مرتکب اشتباه میشیم، مسئول از او اشتباه ما خود ما هستیم، دیگران نیستن. زیاد شکوه و شکایت از زندگی نکنیم که ای دارم من ندارم، او دارم من ندارم. چرا می شکوه و شکایت موضوع رو حل نمیکنه، بلکه شما رو دچار استرس اضطراب میسازن. بیاموزیم که چگونه امی زندگی روزمره خود چه قسم مدیریت کنیم. مثلا 8 ساعت کار، بعد از این تفریح، همراه اولادا وقت تعیین کنیم و روز 1 ساعت اگر وقت ندارین، روز نیم ساعت به خود تخصیص بدین که ما چطور خود یعنی آرام بسازم.
از طریق علم تمرینات تنفسی، یوگا، مدیتیشن، پیاده‌گردی، حمام گرم و شنیدن موسیقی یا شنیدن قرآن شریف و یا اینکه معاشرت یا مفاهمه یا سخن زدن با اشخاص مثبت‌گرا، آگاه و فهمیده، اینا کلش یک وقتی است که شما به خود تعیین میکنین که بسیار انسان قوی میسازه. در پلان روزمره ما همیشه مقاوم با ثبات باشیم. صبح ما میخواستیم اینمی سه چیز ما باید امروز انجام بدم و باید او را پیگیری کنیم، او را باید انجام بدیم و دیگر باید در توانایی ارزیابی را با خود باید امتحان کنیم و داشته باشیم. وقتی که ما یک کار میگیرم ما ارزیابی میکنیم که آیا این کار به ما ضرورت داره، آیا این ضرورت به مسئولیت پذیری داره که من باید مسئولیت از این کار بگردن میگیرم. این چیز بسیار مهم است که ما کمک میکنه که ما مسئولیت پذیر شویم. و وقتی که ما یک مسئولیت به گردن میگیریم، مسائل ما در گردن میگیریم و این ما را کمک میکنه که ما به هدف برسیم و موفق شویم. وقتی که ما به هدف رسیدیم و موفق شدیم، کار به صورت صحیح انجام دادیم، پس ما چی میکنیم؟ اعتماد به نفس ما بلند میره. ما به خود یک ارزش قائل میتیم و ما تانستم. به مهارت ها و توانایی خود ما آگاهی حاصل میکنیم. این سطح خود آگاهی ما را بلند میبره. این نیست که وقتی که سطح خود آگاهی ما را بلند برد و دیگه یکی امی مسئولیت پذیری زندگی را بر اندازه که با مفهوم و هدفمند میسازه، دیگه ایما را کمک میکنه قدرت درونی شخصی و یا صلاحیت فردی خود ما شناسایی کنیم. ما یک کار میگیریم، ما نمیفهمیم میتونیم نمیتونیم، اما مهارت‌های خود به کار میبریم و کار موفقانه انجام میدیم و با خود ما واو من مهارت انجام این کار داشتم که مسئولیت گرفتم، اما مهارت تواناییشم داشتم. یعنی این مسئولیت پذیری به ما کمک میکنه که ما کشف کنیم تمام توانایی و مهارت‌هایی که ما قبلا نمیدانستیم. و دیگه انسان قادر به این میکنه که او خود بشناسه که فرد ویژه یا خاص است و من که این مسئولیت گرفتم انجام دادم، مردم به من احترام گذاشتن، سطح اعتماد به نفسم بلند، پس من فرد ویژه هستم، مخصوص هستم. خودم ارزشم خودم پیش خودم بلند میره. و دیگه فایده مسئولیت پذیری است که می قدرت آزادی فردی را بلند میبره. من یعنی آزادی فردی را داشتم، من تصمیم گرفتم این کار کردم و من موفق شدم، پس من آزادی فردی خود دارم. طبعا این اعتماد به نفس باز بلند میبره. و ارتباط می مسئولیت پذیری با صحت روانی است که وقتی که ما یک تصمیم میگیریم، یک کار انجام میدیم، خوش میشیم، سطح آگاهی ما بلند میره و خودم بشناسیم مهارت های خود، پس ما در این حالت خوش میشیم، با حالت آرامش دست میافیم و نمی آرامش خوشی باعث از این میشه که ما سر احساسات خود کنترل حاصل کنیم و استرس اضطراب یا دور کنیم. هیچ وقت ما نمیتونیم چند مسئولیت در یک روز انجام بدیم به خاطر گرفتن مسئولیت های جداگانه، در حالی که ما قادر نیستیم کلش انجام بدیم در یک روز، باعث ایجاد استرس، اضطراب، نارامی و بعض ناراحتی‌های دیگه روی روانی میشه. پس ما توانایی خود باید ارزیابی کنیم و بفهمیم کدام کار میتونیم به او اقدام کنم، کدام کار ما نمیتونم به او اقدام نمیکنم. پس این چیز که یعنی مسئولیت پذیری قدرت آزادی فکری و قدرت انسان بالا میبره. وقتی که قدرت انسان بالا برد و انسان با آرامش روی خود دست یافت، با آرامش ذهنی خود دست یافت، پس میتونه که سر اضطراب، بالای اضطراب، استرس و دیگر ناراحتی‌های روی روانی خود فایق بیاید. خدا کنه که خوشتون بیاید این موضوع مسئولیت پذیری و اگر خوشتون آمد لطفا لایک و سابسکرایب کنید. تشکر. خداحافظ.